در قدیم میگفتن که مردک هرچی خرشی زنک هرچی که گرمه مرکی و مزه دهنه ندونه زنک چیزی کار میکنه در پیشش میمونه میخره میروه. خوراکای ملی مردمی درواز اصلا ای قدیم الایام این جانب میگفتن که شیرجوش، بعد قروتاو، بعد روغن جوشی، اتاله ماچ مردمی دیگرها او ماچ میگن در ما ماچ، اتاله ماچی شیر، اتاله ماچی آودارک. بعد تکنه میگفتن یک چی بیدست همی کمپیرا که اون بدون ما هم تری شنویگی ما نکره راستیگر شکنه میگفتن. با شیر برینج، شیر کدو، خیلی ماش پیاوه و لوبی پیاوه و تخم پیاوه و بعد یک نمود شکرها در ما دروازی هست که در دیگه جا نیست. همی نونی گرمه میگرفتن و چامو آبی جوشومگی میریختن، پیاز زیلینه میداختن، بعد روغن زرد میداختن تری و قاشق نون میده میکردن و یک قاشقی تگ تارش میکردن میگفتن گیره بخوره. اینا حاضر نیست. حاضر کودک خودش خیلی کفار امتری میکنه میخوره. پیاوه با مزه بی امی پیاز روغن تخم ای تری کرتشگه و سبزی پسی نمیداختن. بعد نمی سبزی که پرزی که تیار میکنن خودشو امونه قاق تریگه و شیرجوش در ما اصلا نمی راستیگه پا بزنم که بابی میکرد. بابیم نمی پاور بی انت آشپزی ساز بی بابی من در وقتش زنه داشته است. خودش قطعی همی کودک کار چار کودک همونا رو کتک کرست، خودش پاوری کرست، خودش هم تری. بعد امی شیرجوش خوراکی دوست داشته بابیم بید. هر هفته امی مسفیده کار فریاد میکرد زمستونا شیرجوش میپخت. بعد امی نون میده میکرد. اینه ما را میگفت که ده پوستش کنه گی ده پوسته انا مقصوده بگی ده پوستش ای تری بیده است. اینه ده پاره ده پوسته بچم ده پوسته میگفت انا مانی ده پوسته میکنیم. بعد نمتری میدهش میکنیم. بعد میگفت کسی که میده کرد آفرین. اینه میده آفرین میگرفتیم. های بابیم برای که اینه با در دیگ میدازیم اینه با شیر خشوب کشه نغز کشه شیر و مزه گره مزه شیر در درونش بدرایه. اینه آلی من همین ابدازم چی؟ بعد که من واسه قابلش بیم آفرین میگرفتم. من همه خوراکای همه خوننده میکنم. همین شیرجوش، روغن جوشی، قروتا، شکرها، پیاز پیاوه، همه همی چیزای همی چه میکرد همه شخر نوکرستیم حاضر میخوریم به مزه. ای مرد نیوابسته است. در قدیم میگفتن که مردک هرچی خرشی زنک هرچی که گرمه مرکی و مزه دهنه ندونه زنک چیزی کار میکنه در پیشش میمونه میخوره میروه. بعد مرکی نازک تبکی یک میده مزه دونک باشه زنک میگه که این مزه نداره. بعد زنک کوشش میکنه که مثال یک خوراک با مزه تیار کنه نه که دست میبره. و مهرمی و شوق به فرزند توقعات کنی به یگان مهمان توقعات کنی به شوق ذوق همون خوراک به فکر من که به مزه است به هوس که همون اوقات تیار کنی. اول زنک خودش تازه و آزاده باشه، بعد خش زبان خش چقچقش معامله باشه، بعد خشکار باشه. اموش مرکش که اومد و چهره کشاده و بیا و میشگو تکی داختی و غد پت کری مرک میره. حال زنکار دیگه خودشون همه هنر دارن، همه
روزبر همه انا کارگرم. حالی و دورای من خودم 17 سال مدیر کتابخونه بیم. انا با درمو کتابخونه نمینا رو میدوختم، اینا رو خودم دوختم. میکریم همه کارا. باید که اینا رو با تشکیل کنی در مکتبا درسای تعلیمی مهنت های مثال با آموزن طلبا گلدوزی چیزی که است با خوراکای ملی رنی تکرار کنی آچا نشون دن بای کلینا را بای فرزندا را ای باید بای نروم گفتی گپا که کودک حوزی نمیخره هرچیز. شیرجوشی ما ای شیری گاو ای روغنی گاوی ای روغنی همون شیر با مسکه میکشیم میگن که روغنی زردی تاب تازه ای تاجیکی تازه چرخ کشیم همون روغنی سری چرخ نون شیر روغن تمام امزه فرق داره شیر روغن که این نون در دیگ میدازی میجوشه و بعد میکشیش در طبق مثلا در پیش گرمک در پیش گرمک نمونه من شیرجوش هم نمیکنه ما شکرها و نینو قطی میکنیم فقط قروتا و چی فطیر میکنیم بعضی وقت فطیرهای قد همتری ایش امنون نونوی ما نون خشون چکدون گرده چرا میبندیم کلچه دروازی این گرچه قاشق میزنیم موبایل شه این ما هم نه که ما گرچه قاشق میزنیم این گل میکنیم و قاشق قاشق در درونی کلچه روغن شیر نمک سوده آب گرم قطی میشوریمش طرز تیار کنیش هم خیلی نه بعد در دیگدان میچسبونیم میشود کلچه دروازی فکرم نانا و همین کلچه ما بمزن برای آوی درواز خودش آوی بمزه است همین نان مو چی نداره فقط همین آو قطی میخیلیم انا خمیرما باشه خمیرما دراج باشه دراج ساده تابستون گرمی بسیار باشه نان بمونه میشود و اگر 5-6 روز بمونه ایتا کمتر بمونه تابستان نونی ما به قاقشه نمیرسه خدا مهمونه میبینی همه سیاه های دنیا اومستن مهمون های نمی زمستون ما میریم اونجا با امی سرای ایون خم بمین زار باشه گرانه ای در دوره که ما کودک بده مینه نمی آچامو میدونن آله و خدا زمستون در درواز میوه و چیوه و مثال ایتری چیزا نبیه باور که رسخت آتای من چنی که رپورت امی ای سغردش که می اومن 4-5 مرکی کارکنای امی کسی را 1 ماه در خونه مو میموندن بیچاره آلی اونا را چای اوقات نگاه بین کنیم آلی دیگه نه رسخت بیا و بروی چی دیگه این دخترهای حاضرم قدونایش یعنی خودشو یاد گیرم این همه را خودشو همه را بتونم ما هممو امی آیله ما شیرجوش دوست داریم اینه دادنم در دوشنبه همه مهمونش فریاد میکنه شیرجوش خری خدا تخم پیاوه و شیرجوش حتما در خونه و از یار جوره شکرها خودش میکنه ما از اینجا قرنفر دوست داریم تیزک خریم انا بعد در کجای بریم قرنفر مو میارن که از اینجا تیزک خرن بغیر شیرجوش شیر برنج
انا شکرها و قرنفل میخوریم، قروتا و قرنفل میخوریم، شوربا رو با قرنفل میخوریم. همین کم مونده است که آش هم با قرنفل بخوریم. مکتب تمام کردیم سالی غنچه های سنر میگذشت بین قشلاق ها. بعد چیمو بورن رایان و مکتبی یک قشلاقی گست رزوای نوم داره. اکه چی داشتیم؟ مسابقه مکتبی زین و مکتبی رزوای. بعد رحمتی معلم عبدالرحمن شاعر شعرمو می نویست. اکه برای مو رزوای اکه باید ما پیش بگیریم جا بگیریم. بعد همه قرنفل کشیم من برنده بیم. گفت کتابا را وقتی همه قرنفل به امو رزویا را میده تحفه شو میکنه. بعد من این کتابا در دستم شعر گفتم سازید قبول این تحفه ها، این یک کتابی به بها. کتابا رو به امو یک بچه رزوایی را دامه. باز یک حمل زنجبیل وارثانی عبدالله در گرند دختر رزوایی قرنفل را کشال کردم. ایخ باور که کیم اکه وارثانی عبدالله اونا همو شاگردای کیم همو قشلاق شو همو عبدالله نظری و همونا همو مسابقا در چی همونا بیاکه در همه کار به همتای ما زندگیا پیش قدمیم در مهمگذراکنی در تازگی در همه کار. انا ما نونه میده کریم با همون توصیه بابیمو و همون گفتای بابامو این حاضر میگیره میریم بای سری دیگه این ما میپزیم بدردیم. حاضر این شیری ما تیار شیم. رو شیر نونه می اندازیم اینه. شیر میکشه اما بعد روغن جوشی را نیم خیلی میکنیم که بر جای شیر چکه خروت این رنگی هم اون تیار شیر جوشی. خیلش میکنی بعد روغن هم میریزی بعد نه خیلی او تریش کنه من بابی میگفت که دیگر خیلش بکنم چی؟ من همون خیلی را میکنم که چم یاد گرفتم در میده مو میکرد. من با کودکام هم خیلی میکردم خدم. انا بعضی محلان در امی مابین هم تری میکنن پیاله میموندن و پگور امی چند پیاله نمیموند. بعد روغن در پیاله میگرفتم. بابی من ای تری مقخون نبی نه میگه اینه نالت هم میگیری اینجا روغن میریزی ولی اینجا نال هم میگیری در روغن سر میزنی میخوری. اینه هیله ببینم کارای ببین دیگ دوچه داشت بعد در امو دیگ دوچهش چی میکرد؟ شیر میپخت در پز روغنات شکر میکرد. روغنم خیلی باشه که انا جلق کنه و بوش ببرایه که همسایه فهمن که در خونه فلونی شیرجوشه بیاین آخی من گرانی تری قشلاق خیلی رنگی خروتا و خریای کلو بیا
انا روغنی ما داغشی تیاش نشید. اینه نشد داغستان انا. نشد یکی از نداشت چی؟ نشد شیرجوش تیار انا شیم شیرجوشی ما مرحمت بیای این. شیرجوش بخوری این شیرجوشی دروازی تیار شی